أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين. صدق الله العظيم. سروران گرامی، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درسی امروز ما و شما پیرامون آیات مبارکه 144 تا 147 سوره مبارکه نساء هست. در این آیات مبارکه ادامه همان بحث گذشته هست و در مورد صفات منافقین و همچنین هشدار برای مسلمانان در اینکه اونها چیزی از صفات و اخلاق منافقین در زندگی اونها راه یابد وجود داره و هشدار داده میشه. در این آیه مبارکه‌ای که تلاوت شد چنین می‌فرمایند: یا ایها الذین آمنوا، ای مسلمانان، لا تتخذوا الکافرین اولیاء، شما نگیرید کفار را دوست برای خود، من دون المؤمنین، به عوض از مسلمانان، و به جای مسلمانان شما تکیهگاه خود کفار را قرار ندهید و با اونها دوستی و اعتماد نکنید، مانند که منافقین چنین میکردند. اتریدون، آیا شما میخواهید ان تجعلوا لله، این که قرار بدهید و بگردانید به پیشگاه خداوند، علیکم سلطان مبینا، بر ضرر خویش و بر علیه خویش حجت و دلیل کامل و روشنی را بر اینکه شما عذاب بشین و شما مجازات بشین و شما اونجا ملامت بشین، در که شما چرا دوستی با کفار و چرا اعتماد شما با کفار بوده، که این یک جرم کلانی هست در پیشگاه خداوند که برای شما ثابت میشه و دلیلی روشنی برای عذاب شما در اونجا به وجود می آید. پس بنابراین شما مسلمانان از این عمل کرده منافقین که اونها رابطه دوگانه دارن ظاهرا با مسلمانان و در اصل تکیهگاهشان رابطه و محبتشان با کفار هست، شما پرهیز بکنین که این عاقبت دردناک و عذاب بزرگ را در پی دارد. آیه مبارکه بعدی هم میپردازد به سرنوشت منافقین و سرانجامشان. میفرماید ان المنافقین، به تحقیق که منافقان فی الدرک الاسفل من النار، در طبقه تحتانی جهنم و دوزخ قرار دارند. ولن تجد لهم نصیرا، و تو نمیابی برایشان هیچ یاور و هیچ کمک کننده ای را که اونها را از عذابهای سخت و دردناک الهی نجات بدهد. نه برایشان شفاعتگری وجود داره، چون اونها کفر ورزیدن، نفاق ورزیدن و نه هم توان دیگر دارند که از عذاب الهی خود را نجات بدهند. این آیه مبارکه دوستان عزیز همونطوری که فی الدرک الاسفل اشاره شد، اشاره به این دارد که طبقات دوزخ مختلف می باشه و دوزخ دارای مراتب و درجات هست. هرچند که همه جهنم عذاب دردناک است، همه جهنم عذاب طاقت فرسا و فوق تصور انسان هست، اما این جهنم باز در خود مراتب و طبقات مختلف دارد. در روایت آمده که جهنم و دوزخ دارای 7 طبقه هست. پایین ترین آن به نام حاویه می باشد که جایگاه منافقین و مجرمین بزرگ هست. اینجا فی الدرک الاسفل من النار اشاره به همون طبقه تحتانی جهنم شده. درک مثلا چیزی که پله و زینه‌ای که یک طرف از بالا باشه او را درجه میگن و اون که پایین باشه درک میگن. درک پس همون درجه و طبقه تحتانی جهنم است که خطرناکترین و شدیدترین عذاب ها در او وجود داره. خداوند همه ما را از این عذاب حفظ بفرماید. آیه مبارکه بعدی برای این منافقینی که با
این درجه از جرم قرار دارند، با این درجه از جنایت قرار دارند، برای اینها هم دروازه را باز نشان بده که شما با این همه جنایات و این همه جرمی که دارین، اگر باز بگردین پذیرفته میشوین و جای پذیرش برای شما هست. دروازه رحمت الهی و پذیرش شما باز می باشه، بنان هنوز فرصت وجود داره شما باز بگردین. میفرمایند که همه منافقین در که اسفل از نار هستند الا الذین تابوا، مگر کسانی که اونها توبه کنند و از نفاق خود باز دارند و پرهیز کنند و اصلحوا و درست بسازند و اصلاح بکنند آنچه را که تخریب کرده بودند و او را فاسد کرده بودند و اعتصموا بالله و همچنین اعتصام بورزند بالله، یعنی توکل اعتماد خود را به جای اینکه با دوستی کفار باشه اعتماد و توکلشان را با خداوند بکنند و اخلصوا دینهم لله و خالص بگردانند دین خود را برای خداوند و از نفاق و از ریا و سمعه و پرهیز کنند. فاولئک مع المؤمنین، پس اینها که توبه و بازگشتی واقعی بکنند اینها نیز در صف مسلمانان داخل می شوند و همه اون جرم و جنایت گذشته ایشان عفو میشه و از جمله مسلمانان میگردند. وقتی از جمله مسلمانان بودن اون امتیازاتی که برای مسلمانان وجود داره برای اینها هم وجود داره و داده میشه. و دیگر در پایان آیه مبارکه میفرماند و سوف یؤتی الله المؤمنین اجرا عظیما، و زود است که خداوند بدهد برای مسلمانان پاداش بزرگی را بدهد، که این پاداش بزرگ که برای مسلمانان داده میشه شامل اینها نیز میگردد و اینها نیز بهره مند میشن از اون پاداش بزرگ، چون در صف مسلمانان داخل میشوند. این آیه مبارکه دوستان عزیز برای ما یک حقیقت تازه‌ای را یا یک موضوع بسیار مهمی را که روشن میسازه و ما را متوجه میسازه، اینه که توبه تنها یک اظهار پشیمانی نیست، ما فقط یک اظهار پشیمانی کنیم و کافی باشه، بلکه توبه هر گناهی با نوعیت آن تفاوت میکنه. اگر کسی گناهی را انجام میده که در اون گناه او رفته آبروی یک انسان را از بین برده، یک انسان را متهم کرده، تخریب کرده، شخصیت او را زیر سوال برده، حالا توبه انسان تنها در پشیمانی نیست، باید انسان علاوه بر توبه باید بره دوباره اون تخریب هایی که کرده اونا را اصلاح بسازه و باید بره دوباره اون شخصیت کس را که آبرویش را از بین برده دوباره به ترمیم بکنه و در واقع اون حرف و سخنی که گفته پس بره در حضور مردم اعلان بکنه که این حرف من درست نبوده، یعنی اون گذشته را اصلاح بسازه. این از جمله توبه انسان می باشه که باید ایره در نظر بگیره. یعنی در آیه مبارکه آمده که اینها الا الذین تابوا و اصلحوا، اینا هم توبه یعنی پشیمان بشن و هم اون گذشته ای که تبلیغات برای اسلام کردن، برای مسلمانان کردن، تخریب های کردن، اونها را اصلاح بسازن. این از جمله تکمیل شدن توبه ایشان هست. پس توبه با شرایط گناه تفاوت میکنه، هرچند که توبه به طور عموم دارای 3 رکن می باشه. یکی اینه که انسان پشیمان باشه، ندامت و پشیمانی واقعی برایش باشه. دوم اینه که فوراً همون عملی که با او مشغول بود او رو ترک کنه. و سوم اینه که در آینده تصمیم بگیره که دیگر این عمل رو هرگز انجام نمیدهم. و علاوه بر این اگر اون گناهش از حقوق العباد باشه باید اون شخصی که حقش را اضاعه کرده نیز او را عفو بکنه. پس این 4 رکن شد که اگر گناه از جمله حقوق العباد باشه. اما این که این عمل را فوراً ترک میکنه که یکی از ارکان توبه است، همین ترک عمل لوازمش همینه که باید اون عمل را ترک بکنه، یعنی اون عوارضی که این عملش به وجود آورده، تخریب هایی شده، اینها را هم باید اصلاح بکنه و جبران بکنه. آیه مبارکه بعدی در واقع
اشاره به یک اصل و یک بحثی و یک حقیقت بسیار مهم میکنه که برای همه انسان ها متوجه میشه و در واقع برای همه انسان ها می باشه. از جمله این منافقینی که اونها مورد عذاب های شدید قرار می گرفتند یا می گیرند. و اصل مهم و اساسی اینه که الله سبحانه و تعالی در آیه مبارکه اشاره میکنند که خداوند اگر شما را عذاب میکنه، بین عذاب شما خداوند بزرگ نه کدام انتقام گیری داره، نه کدام قدرت نمایی داره و نه کدام چیز دیگر اینجا وجود داره و نه نفعی به خداوند از عذاب کردن شما میرسه. هیچ چیز دیگری وجود نداره، فقط عذاب کردن شما و ای که شما مورد مجازات قرار میگیرین اینها مبتنی بر همان عدالت پروردگار هست. بنان اگر پس این خود شما هستین که عذاب خود را فراهم میسازین، ورنه از جانب خداوند که شما را عذاب بکنه نیازی به این نداره و نفی برایش نیست. این حقیقت مهم در این آیه مبارکه این گونه بیان شده: ما یفعل الله بعذابکم این شکرتم و آمنتم. چی میخواهد خدا، یعنی چی فعل میکند و چی نیاز دارد خداوند به عذاب کردن شما، و یعنی خداوند عذاب نمیکند شما را و نیازی ندارد به این که عذاب کند شما را. این شکرتم و آمنتم، اگر شما شکر بنمایید و شکرگزار و سپاسگزار نعمت‌های الهی باشید و آمنتم و ایمان بیاورید به الله تعالی و سپاسگزار باشید، شکرگزار خداوند باشید، پس خداوند چی میخواهد از عذاب شما؟ چی نفع برایش در عذاب کردن شما است؟ یعنی نفعی نیست و خداوند نمیخواهد شما را عذاب بنماید. این پس خود شما هستین که در واقع زمین عذاب را برای خود فراهم میسازید. و کان الله شاکرا علیما، و خداوند می باشد شکرگزار، یعنی خداوند اعمال شما را قبول می کند، اعمال نیکوی شما را پاداش می دهد. علیما، خداوند دانا هست بر نیتی که شما دارین در اعمالی که انجام میدین، کاملا آگاه است و مطابق با اون اعمال شما برای شما پاداش می دهد و برای شما اجر و مزد میدهد. خداوند شاکر هست، یعنی خداوند شکرگزاری و سپاسگزار شما هست، به این معنا که عمل اندکی انجام دهید، حسنه و نیکویی اندکی انجام دهید، در برابر خداوند پاداش های بزرگ برای شما میدهد. این آیه مبارک دوستان عزیز، این سوالی را که شاید در ذهن برخی انسان ها باشه که چرا این عذاب ها برای مجرمین هست، پاسخ میده و از یک طرف انسان را متوجه این میسازه که ای انسان، تو باید متوجه باشی که عامل عذاب خود تو هستی و این خود انسان است که اسباب عذاب را و مجازات را برای خود فراهم میسازه. اگر خودش جرم نکنه، جنایت نکنه، پس خداوند هرگز او را عذاب نمیکنه. این عذاب مبتنی بر عدالت الهی می باشه. پس انسان باید متوجه باشه و خودش اعمال خود را همیشه بررسی کنه و مورد دقت قرار بده تا اینکه از عذاب‌های الهی نجات پیدا کنه و نباید که خودش خود را با اعمالی که انجام میده مورد مجازات ها قرار بده. خداوند بزرگ برای همه ما و شما توفیق عمل و بندگی نصیب فرمایه و خداوند همه ما و شما را از بندگان شکرگزار و سپاسگزار خود قرار دهد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.